جنگ فرقه‌ای دارد خاور میانه را سنی و شیعه در سوریه جاهای دیگر منطقه نیز تنش بیشتر و بیشتر می شود. دو فرقه‌ای که اختلافشان به بیش از 1400 سال پیش بود. امروز هم در بین اهل سنت هم در بین شیعه دستهایی در کار است برای اینکه اینها را از هم جدا کند. همه این دستها هم اگر جستجو کردید میرسد به مراکز جاسوسی و اطلاعاتی دشمنان اسلام، نه دشمنان ایران، نه دشمنان شیعه، فقط دشمنان اسلام. ما اطلاع داریم، بنده هم امروز اطلاع دارم هم از گذشته اطلاع دارم، پولهایی دارد خرج می شود، پولها داره خرج میشه برای اینکه اینها کتاب فحش و دشنام و تهمت بنویسن علیه اونا کتاب فحش و دشنام و تهمت بنویسن علیه اینا. پول هر دو هم یک مرکز میدهد، پول هر دو کتاب و نشر هر دو کتاب از یک جیب خارج میشه. اون چیزی که اونها میخوان این است که مسلمین متفرق باشند و اونها حکومت کنند به این مسلمین. به ایران فقط نظر ندارند، اونها به همه بلاد مسلمین، به همه بلادی که تحت سلطه اسلام باید باشد اونها نظر دارند. این خطری است برای مسلمین. من اعلام خطر میکنم برای مسلمین و برای اسلام با این وضعی که دولت‌ها دارند. چرا مطالعه نمی کنید در امر اسلام و در امر سرنوشت‌های مسلمین؟ چرا از خواب بیدار نمیشن مسلمان ها؟ دعوا ایجاد کردن جز بغضا و جدایی و دشمنی هیچ اثر دیگری ندارد و این بغضا و دشمنی و جدایی همون چیزی است که امروز آمریکا میخواد، صهیونیستا میخوان، دارن تلاش میکنن براش. اگر ما با هم باشیم، کشورهای اسلامی، ملتهای مسلمان، سنی و شیعه و فرق مختلف تسنن و تشیع با یکدیگر دلهاشون صاف باشد، نسبت به یکدیگر سوء ظن نداشته باشند، سوء نیت نداشته باشند، به یکدیگر اهانت نکنند، ببینید در دنیا چه اتفاقی خواهد افتاد، چه عزتی برای اسلام درست خواهد شد. وحدت